اگه میخوای حتی با 100,000 تومان طلای گرمی بخری و دیگه اجرت‌های چند درصدی رو ندی، حتما این ویدیو رو تا آخر نگاه کن، چون قراره درباره پلتفرم تلاسی صحبت کنیم که پلتفرم خرید و فروش طلای گرمی هستش. سلام، روزتون بخیر. احسان رهنما هستم. همونطور که گفتم قراره امروز تو این ویدیو درباره پلتفرم تلاسی صحبت کنیم. پلتفرمی که شما میتونید خیلی راحت و بدون مراجعه به در حقیقت طلا فروشی یا طلای گرمی خودتون رو خرید کنید و هر موقع که خواستین برین طلای فیزیکی خودتون رو دریافت کنید و دیگه نگرانی بابت اینکه این طلا رو از من تو مسیر ندزدن، چجوری تو خونه نگه دارن و این دغدغه‌ها رو قرار نداشته باشیم و خیلی راحت با در حقیقت درگاه پرداخت هایی که توی سایت وجود داره مبلغ ریالیتون رو واریز میکنید و میتونید طلای گرمیتون رو خریداری کنید. یه سر بزنید به سایت خانه سرمایه درباره مقاله‌ای که ما اینجا برای پلتفرم خرید و فروش آنلاین طلای خام و بدون اجرت رو توسط تلاسی حاضر کردیم، با هم بررسی کنیم. لینکش احتمالا زیر همین ویدیو هستش، میتونید حتما این مقاله رو در حقیقت مطالعه کنید. اومدیم درباره تیم تلاسی، تاریخچه تأسیس و اهدافی که گروه تلاسی داره اینجا صحبت کردیم. یه بک‌گراند خیلی خوب رو میتونید از این پلتفرم توی این مقاله در حقیقت مطالعه کنید. مزایایی که استفاده از تلاسی داره رو برای شما ریز به ریز توضیح دادیم. اتفاق خوبی که توی این پلتفرم افتاده اینه که خیلی آنی و کمتر از 24 ساعت شما میتونید تصفیه‌تون رو داشته باشین و حتی با 100,000 تومان میتونید طلای گرمی خریداری کنید. خیلی‌ها به دنبال اینن که پس‌اندازاشون رو به صورت طلا نگه دارن، ولی خب مثلا میگم پس‌انداز یک ماه من وقتی 1 میلیون هستش، اگر برم به یک طلا فروشی مراجعه کنم و به من طلای گرمی به اندازه 1 میلیون بدن، شاید بهم بخنده و اصلا این کار رو انجام نده. ولی پلتفرم تلاسی اومده این بستر رو فراهم کرده که شما بتونید حتی با 100,000 تومان بتونید طلای گرمیتون رو خریداری کنید و از در حقیقت سرمایه‌گذاری مطمئن روی طلا استفاده کنید. همونطور که گفتیم دیگه ریسک دزدی فیزیکی وجود نداره. احتمال کلاهبرداری ممکنه شما برید طلای گرمی رو از یک طلا فروش بخرید، ولی خب اون طلا توش قاطی داشته باشه، چه میدونم آلیاژهای دیگر رو داشته باشه و ریسک اینکه طلای واقعی رو نداشته باشه رو شما به جون میخرید. ولی خب توی پلتفرم تلاسی مشکلات وجود نداره و این چالش ها رو نداره. میتونید مقاله رو به صورت کامل مطالعه کنید. آموزش‌های لازم رو براتون اونجا گذاشتیم. واریزها، برداشت‌ها، ثبت نام، همه رو توی این مقاله ما برای شما حاضر کردیم. یک بارم قراره این پروسه تو همین ویدیو بریم. ویدیو ثبت نام در حقیقت توی پلتفرم تلاسی رو با هم بررسی می‌کنیم. اینجا ما این لینک رو برای شما گذاشتیم که میتونید از طریق این لینک توی پلتفرم تلاسی ثبت نام کنید و معاملات خودتون رو آغاز کنید. روی این لینک که میزنیم میبینیم که سایت تلاسی برای ما باز میشه. من مستقیم وارد بخش ثبت نام میشم. بخش آموزشی رو جلوتر بعد از ساخت حساب با هم جلو میبرم. از من شماره همراه میخواد که اون شماره همراه رو من اینجا وارد میکنم. خب یه کد برای ما SMS میشه که من این کد رو از روی گوشی میخونم. خب بعد از اینکه کدتون رو وارد کردین از شما کد ملی و اطلاعات کارت بانکی شما میخوام. دقت کنید حتما باید شماره موبایلی که دارین در حقیقت حساب خودتون رو میسازید باید به نام خودتون باشه، کد ملی به نام خودتون باشه و کارت بانکی که وارد میکنید هم باید دوباره به نام خودتون باشه. خب روی دکمه ثبت نام میزنیم و حساب ما توی پلتفرم تلاسی در حقیقت ساخته شده. میبینیم که چند بخش مختلف داره. بخش داشبورد داره، بخش خرید و فروش، سفارش با قیمت، واریز و برداشت، کارت هدیه، طلا، کارت بانکی، کیف پول و موارد دیگر رو داره. اولین بخشی که باید شما در حقیقت بشناسیدش این بخش نمودار قیمت طلای 18 عیار هستش که میبینید که میتونید توی 24 ساعت 7 روزه و یک ماهه بررسی کنید و میتونید اگر برای مثال میخواین اندازه 5 میلیون خرید کنید میان اینجا عدد رو وارد میکنید و خودش به صورت اتوماتیک مقدار طلایی که میتونید خریداری کنید رو به شما نشون میده که با قیمت امروز شما میتونید 1.379 گرم طلای آب شده خریداری کنید.
وارد بخش خرید فروش که میشیم دوباره همین بخش رو داریم. اگر میخوایم بخریم، برای مثال میخوایم 2 گرم بخریم، میشه 7,250,000. برعکس این رو هم میتونین انجام بدین. بگین که مثلا من 3 میلیون میخوام خریداری انجام بدم که میشه انقدر، و بعد از اینکه حسابتون رو شارژ کردیم اینجا موجودی برای شما نشون داده میشه و روی دکمه خرید میزنید و در حقیقت پرداخت شما انجام میشه. از اونجایی که حالا من موجودیم فعلا توی حسابم 0 هستش، این معامله انجام نمیشه و احتمالا به ما میگه که موجودی شما کم. به خاطر همین وارد درگاه پرداخت میشه و به شما درگاه پرداخت رو باز میکنه و شما با حسابی که با شماره کارتی که در حقیقت توی پلتفرم تلاسی ثبت نام کردین که حتما باید به نام خودتون باشه، اینجا اطلاعات پرداختتون رو وارد میکنین و حساب خودتون رو شارژ میکنین که حالا من ادامه پروسه رو نمیرم و انصراف رو در حقیقت میزنم تا بخش‌های دیگر رو با هم بررسی کنیم. برای فروش هم برای مثال اگر حالا خریدتون رو از قبل انجام دادید و توی پلتفرم تلاسی طلا رو دارید، میتونید اینجا مقدار طلایی که میخوایم بفروشین رو وارد کنین و مبلغ تومنیش رو به شما اینجا نشون میده، روی دکمه فروش میزنید و خریدتون و فروشتون انجام میشه. توی بخش واریز و برداشت شما میتونین در حقیقت واریزهای ریالیتون رو توی این بخش داشته باشید. میبینین که امکان پرداخت با درگاه پرداخت و واریز شناسه دار که با استفاده از در حقیقت کد شبا و شماره شبا هایی که در اختیار شما قرار میگیره هستش. اینجا میتونید شما رو کپی کنید و بعد از اینکه واریزتون رو انجام دادید با این شناسه واریز شما در حقیقت شناسایی میشه و مطمئن میشن که شما با این شناسه واریزتون رو برای پلتفرم تلاسی داشتید. میبینید که من اینجا انتخاب کارت رو میزنم، روی دکمه واریز میزنم و دوباره بعد از اینکه مبلغ رو انتخاب کردم وارد درگاه پرداخت میشم و واریز ریالی خودم رو انجام میدم. یه بخش برداشت داره که میتونید به صورت ریالی بعد از اینکه طلاتون رو برای مثال فروختین و تبدیل به ریال شده، میتونید اون ریال رو دوباره برداشتش رو انجام بدید. اینجا هم حالا پروسه های تصفیه رو برای شما نوشته که از چه ساعتی تا چه ساعتی در حقیقت برداشت های شما انجام میدید. یه بخش سفارش با قیمت داره. شما خب نمیخواین با قیمت امروز معامله خودتون رو انجام بدید و برای مثال میگین که آقا قیمت طلای گرمی هر موقع اومد پایین 3,300,000 برای من خریدش رو انجام بده، که اینجا میبینین که من خرید رو در قیمت پایین تر از 3,300,000 ست کردم و مبلغ و حالا حجمی که میخوام خریداری رو انجام بدم رو اینجا میزنم و سفارشم رو ثبت میکنم. برای مثال اگه خواستیم فروش رو در قیمت بالاتر از 3 میلیون و الان مثلا 3,556,000 تقریبا، مثلا بگیم بالای 3,700,000 شد، برای من فروش رو خودت به صورت اتوماتیک انجام بده و ثبت سفارش فروشتون رو انجام میدید و هر موقع قیمت بالاتر از 3,700,000 شد به صورت اتوماتیک این فروش برای شما انجام میگیره. یه بخشی داریم به نام بخش کارت هدیه طلا که بخش جذابیه برای کسایی که میخوان هدیه رو به صورت طلا به دوستان و حالا آشنایشون بدن. شما میتونید اینجا کارت مورد نظرتون رو انتخاب کنید، آدرستون رو انتخاب کنید و در حقیقت مبلغی که میخواین به عنوان هدیه، برای مثلا میخواین 1 گرم طلا به دوستتون هدیه بدین، میان یک کارت 1 گرمه طلا تهیه میکنید و اون کارت رو به دوستتون میدین و دوستتون با وارد کردن کدهایی که حالا توی اون کارت وجود داره و وارد کردنش توی پلتفرم تلاسی 1 گرم طلاش وارد پلتفرم در حقیقت تلاسی میشه. اگه خواستین کارت بانکی جدیدی اضافه کنیم، میان توی بخش کارت بانکی افزودن کارت جدید رو میزنین. توی بخش کیف پول دارایی‌های طلایی که شما در حقیقت خریداری کردین اونجا به شما ریز به ریز نشون میده و اگر روزی خواستین در حقیقت دارایی خودتون رو بررسی کنین، میتونید توی اون بخش وارد شین و دارایی خودتون رو و نسبت سود و زیانش رو اونجا چک کنید. یه بخش گزارشات هم که داره، تاریخچه تمامی کارهایی که انجام دادید، واریز با شناسه، برداشت، معاملات، کارت هدیه، برداشت طلا و سفارش با قیمت و همه اینا رو میتونید اونجا بررسی کنید. یه آپشن خیلی خوبی هم که در حقیقت پلتفرم تلاسی داره، پشتیبانی چت 24 ساعتشه که میتونید شما هر موقع نیاز به سوالی داشتین
در حقیقت از طریق چت و یا شماره تلفن هایی که توی ساپورت و پشتیبانی وجود داره باشون ارتباط بگیریم و سوالات خودتون رو بپرسید. وقتی وارد بخش قوانین و مقررات میشیم میبینیم که محاسبه کارمزد خرید فروش طلا رو برای شما نوشته که از بین دقیقا محدوده معاملاتی 0 تا 100 میلیون تومان کارمزد خرید 2%، کارمزد فروش هم 2% و بیشتر از 100 میلیون این درصد کاهش پیدا میکنه و به 1.5% کاهش پیدا میکنه. قوانین رو حتما بخونید. قوانینی که درباره سایت تلاسی وجود داره رو میتونید تو این بخش قوانین و مقررات بررسی کنید و یک دید کلی درباره معاملات شما در پلتفرم تلاسی به شما میده. به صورت جمع‌بندی اگه بخوایم پلتفرم تلاسی رو بررسی کنیم، همونطور که گفتم یک پلتفرم خوبیه برای کسایی که میخوان مبالغ کوچیکی که هر ماه هر هفته میخوان پس انداز کنن رو بیان و اینجا طلای گرمی خریداری کنن و دیگه اون دردسر خرید حضوری از طلا فروشی ها رو نداشته باشن، ریسکش رو نداشته باشن و خیلی راحت با مبالغ کمتر هم در حقیقت سرمایه گذاری و پس انداز خودشون رو انجام بدن. یه نکته خیلی خوبی هم که پلتفرم تلاسی داره پشتیبانی 24 ساعتشه که میتونید هم از طریق چت و هم تلفن تماسی که وجود داره باشون ارتباط بگیریم و سوالات خودتون رو بپرسین و پلتفرم هم کلا به صورت 24 ساعته کار میکنه. یعنی شما شب ساعت 2-3 هم میتونید طلای خودتون رو خرید فروشش رو انجام بدید. اپلیکیشن اندروید هم داره، میتونید از خود سایت تلاسی و نرم افزارهای مارکت و بازار دریافتش کنید و معاملات خودتون رو توی اپلیکیشن اندروید جلو ببرید. امیدوارم این ویدیو به شما کمک کرده باشه که دید خیلی خوبی درباره پس‌انداز طلا و استفاده از پلتفرم تلاسی داشته باشین. ویدیوهای بعدی ما هم حتما مشاهده کنید و ممنون که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. روزتون بخیر.